بنده حجت الاسلام ارژنگ صنوبر از روحانیون ولایت مدار هستم که تو این شرایط داخلی و منطقه‌ای کامل گوگیجه گرفتم. به همین خاطر ترجیح میدم بیشتر بخوابم، چون وقتی بیداری همش بالا و پایین میشی، همش. این منم. اینم پدرم شیخ ابوالحسن ساواکیه. بالا پایینی های من از همون بچگی شروع شد. اینم اولین سقوط زندگیم بود. این عکس جد بزرگوارم شیخ فضلالله نوریه. اینم عکس 2 نفره آیت الله جنتی با ابو سفیانه. اینم بچگی های فاطمه خانم آلیاس. از همون بچگی بد دهن بود. راستی تو بزرگشی میخوای چی کارشی؟ والا نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ من بزرگشم میخوام یه جهانگرد بشم، با یه کوله پشت بزرگ همه دنیا رو بگردم. تو چی؟ من راستش دوست دارم آخوند شم. راستی تو چه حیوانی هستی؟ حیوان؟ بی تربیت. به امام فحش دادی؟ کی به دنیا اومدی؟ سال 40. تو گاوی. گاو؟ دست شما در نکنه. بله، اینطوری بود که زندگی گاوی ما شروع شد. تو همون روزای اول طلبگی قرار شد برم به آقازاده های دمکلفت نظام ریاضی درس بدم. تو ما آقا درسته طوله آیت الله مکارم شیرازی هستی، ولی از کلاس درس من برو بیرون. این آخرین جمله‌ای بود که تو کلاس درس گفتم. با اردنگی پرتم کردن بیرون. ظهر تو خونه بابام خیرمو گرفت. چرا زود اومدی هم مدرسه؟ نرفتی مدرسه؟ چرا حرف نمیزنی؟ میگم تعطیل بود مدرسه، چرا نرفتی مدرسه؟ والا بابا پسر آیت الله مکارم شیرازی رو سهواً از کلاس انداختمش بیرون. خب گفتم یا جای این جونور تو مدرسه است یا جای من. خب بعدش چی؟ هیچی دیگه. اون جونوره موند. آیت الله نوری همدانی هم اومد با اردنگی ما رو انداخت بیرون. تو هم واسطی بر نگاش کردی مرد که بی سواد. نه بابا چی راستی که برگشتم بهش گفتم حالا که اینطوره من از اردوی دلواپسا میرم تو جناح آیت الله هاشمی رفسنجانی. تو کی میخوای بزرگ شی؟ مگه دستمال کاغذی هستی یه روز لازمت داشته باشن یه روز نداشته باشن؟ وای تقی چی گیر زدی بیل نمی کنی یا ولش کن بچه رو، کلاس خصوصیاش که برپاه. چیزی هم که زیاده کار برای معلمی بیکار. با تفنگ کار برو. کار زیاده؟ بله. مثل رئیس جمهورها حرف میزنی یا؟ پس چرا من بیکارم؟ سیگار میفروشم، گردو میفروشم. بابا اینو درستش کن، میبینی که دست من جون نداره آخه. اینطوری بود که مادرم منو از دست بابام نجات داد. منم رفتم دنبال یک کار نون و آبدار. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید من دنبال یک کار در راستای ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی میگردم. شما سراغ دارید؟ بله. نرمشو میخواین؟ نرم؟ میگم نرم میخواین؟ آها منظورتون جنگ نرمه؟ آره دیگه نرم بهترم هست، فقط مستشاری سوریه نفرستید بقیه‌اش حاله. اون یارو رو میبینی؟ آره اون یکم نگاه کن. آره دیدم اون سبیه بابک زنجانیه، اون یکم فک فامیلای آقای خاوری هن. فکر میکنی ما چیمونه اینا کم داره؟ ها؟ هیچ. هیچ. آره دیگه
تازه ما یه چیزم اضافه داریم، ابا عمامه داریم، اونا ندارن. تازه در راستای اقتصاد مقاومتی میتونیم بریم دزدی. جدی میگی؟ آره، میخوای من برات برم یه دکل بدزدم؟ صورت حساب. بابا صبر کن بریم یه چیزی بدزدیم بعد صورت حساب ورده بیار. اینجوری بود که دوباره اشتهام باز شد. بقام غذات هم کم شده ها. برم. بله، تشریف ببریم. کجا برم؟ به نظرم اول بریم بیت ولایت، اونجا رو خالی کنیم. چی شد؟ خدایش کسی تو رو مجبور کرده بری دزدی؟ نه، واسه چی؟ عزیز من 2 ساعت تو خیابونه تو داری من میچرخونی دور خود سرگردون میکردی. خب بگو کجا برم؟ نه آخه دید خونه مقام عضو اینا بساط پن بود. بیا از همین مغازه آقا مجتبی اینا شروع کنیم. سوپره؟ آره، خوبه؟ عالی. ببین این مغازه آقا مجتباست، همون پشت مشتاش جنس میفرسته واسه حزب الله لبنان. خب حالا برنامه چیه؟ یه چی دیگه، تصمیمم اقدام به سرقته. بریم. دونه 900. اینا چند؟ اون 375 تومن. 375. ببخشید، اگه یه وقتی یه دزدی با لباس روحانیت اینجا بخواد بیاد دزدی بکنه، شما چیکار میکنید؟ بعدم نیست. تنوع. میخوام بدونم کدوم دزد مادر مرده هوس این شماغ منو کرده. واو چه جالب. انصار حزب الله. خواهش میکنم. دزدیدم پوپک دزدیدم. بله، دزدیه نگرفت، ما هم دستگیر شدیم. جرمت کم نیست آقای حجت الاسلام ارژنگ صنوبر هست. بله، ارژنگ صنوبر. تو مگه نمیگی کارت ضبط و پخش برنامه‌های تلویزیونیه؟ کو فیلماش؟ همین که داریم بازی میکنیم دیگه. از همه اونا بدتر، اخفال مأمور دولت. تو مگه مأمور اطلاعاتی؟ والا تو دولت اصلاحات بودیم، حالا دولت عوض شده، نمیدونم چی شده. برو بیرون. برو بیرون، وایس پشت در تا بدم پرونده‌تو بیاره. برو بیرون آقا. با رئیس شهربانی صحبت کردم، هر چه زودتر این مشکل برطرف بشه. شما با برادرها صحبت بکنید، ببینید چی کار میتونن بکنن. آقا ارجنگ حاج آقا کفگیری. اول به ما گفتن شما تو سوریه ترکیدی که کف کردم دیدمتون. تگه بلا این ورا شما این ورا رد صلاحیت شدین؟ با رئیس شهربانی یه جلسه داشتم که چشمم به جمال شما افتاد. شما چه خطایی ازت سر زدی که آوردنت اینجا؟ حالا ما چند تا پفک رفته بودیم مغازه، چسبید به کف دستمون دیگه. مغازه آقا مجتبی خامنه‌ای. خدا حفظشون کنه. حاجی یه زوری بزن ببین یه کاری میتونی برای ما بکنی. نندازم ما رو ور دل پسر هاشمی رفسنجانی. تشریف داشته باشید ببینم چی کار میتونم بکنم. زورتو بزن حاج آقا، زورتو بزن، ما پیرو ولایتی. چی شد حاج آقا؟ من دارم اون تو راجع به مشکل شما صحبت می‌کنم. آره دست شما در نکنه واقعا. با اینکه فیلم‌های نامناسبی همراهتون بوده، ولی دارم صحبت میکنم به واسطه سابقه خوبتون این بار رو از شما بگذارم. والا حاج آقا شما که میدونید ما تو حزب الله لبنان بودیم، بعدش هم که رفتیم تو نشر آثار امام. این فیلم‌ها مال همون موقع است.
فقط شما باید یه قولی به من بدید. قول که همه چهر قولی بهتون میدم، قول میدم دیگه از اینا تکخوری نکنم. سبه بابام بدم. شما آدم خوبی هستی. خواسته یا ناخواسته یه گناهی مرتکب شدی. یه چند روزی با بچه‌ها باش. شاید اینجوری راهتو پیدا کنی. والا آج آقا ما با بچه‌ها بودیم، اخراجمون کردن. برادرها. آقا امین. اینا اینجا بود که قدم در مسیر امر به معروف و نهی از منکر گذاشتم. کامنت کنید. بده تو موها، بده تو. امیدوارم در کنار خانواده‌تون لحظات سلام برادر. علیک سلام. سلام برادر. دستت نره لای در. از اون دور که داشتیم می اومدین صدای دوب دوب پیستیستون همه جا رو گرفته بود. به ما که رسیدین حالا شدین برادر. اصلا شما میدونید من کیم؟ من کیم؟ آقای ارجنگ. سنوبر. حجت الاسلام ارجنگ سنوبر. عجب داستان. مدارک شناسایی. چیزی نیست. کارت ماشین. کارت ماشین چه به دردم میخوره؟ ماشین که منکراتی نیستش که. شمایی که اونم تو شرایط پس و برجام اومدین عفت عمومی رو لکه دار کردین. آقای برادر ما عفت عمومی رو کاری نداریم. من آقا بیاین این دو تا فتنه‌گر رو بردارین ببرین. بیاین بردارین ببرین. آقای برادر. نه آقا به چه جرمی؟ آقای برادر. من فقط دارم میرسونمشون، میخوایم اوشین ببینیم با هم. اوشین؟ برنامه زلال احکامو ول کردین رفتین دنبال اوشین؟ اصلا شما میدونید امروز چند ماه قمریه؟ آقای برادر 18 ذی‌حجه. با شما نبودم. تو بگو. گفتن دیگه 18 ذی‌حجه. 18 ذی‌حجه؟ آقا بیا بردم ببرشون. بیا ببرشون اینو. بردم ببرشون. برو اینو. هیچ. ما اینا رو گرفتیم. فرداش معلوم شد این پسر بزرگه آیت الله مکارم شیرازی بوده. داداش همونه که به خاطرش از مدرسه اخراج شدم. اینجا بود که ما رو از گشت ارشاد انداختن بیرون. دوباره دلم میخواد بخوابم. با توجه به شرایطی که توش هستیم و سرنوشت روحانیت، این دفعه باید بریم تو قبر بخوابیم. تو قبر.